ماه پیش بنده این ماشین رو خریدم با 1000 قرض غوله، با 1000 بدبختی. 3 ساعت سوار نشده بودم یه موتوریزارت زد گیر عقب، این 2 تا لکه رنگو پرون. خیلی ناراحت شدم. یه 2-3 روزی فقط کف گفتم. چرا؟ چون ماشین رنگش پریده. حالا 12 روز نگذشت ماشین رو دزد برد. بعد از 12 روز ماشین رو دزد برد. 8 ماه گذشت. 3-4 روز پیش توی یکی از شهرهای ایران طرف میره رینگ میندازه، لاستیک میندازه، تودوزی، سیستم، همه چی استوری میکنه واسه خودش. کیه؟ یکی از دوستان ماشین رو میبینه، این 2 تا لکه رنگو میبینه، واسم عکس فرستاد. گفت این ماشینه. گفتم چطور؟ گفتم با موتوری زد. لامصب چقدر کف گفتی. ببین بعضی از کادوهای خدا که خیلی عالیان توی بسته‌بندی‌های بد قرار میگیرن. من میخوام میگم زندگیتون رو بسپارید دست خود. حساب کتاب خدا حساب کتاب خیلی خوشگلیه. نترسید از بازی کردن، نترسید از گلی و پوچ کردن با خدا. وقتی با خدا معامله میکنی، وقتی با خدا گلی و پوچ میکنی، شک نکن هر کدوم انتخاب بکنی هر 2 تا دست خدا گل توشه. معامله با خدا این شکلیه. ظاهرش اینه 4 تا رو ازت گرفته، یه دونه بهت داده، ولی اون یه دونه جوری تو زندگیت برکت میکنه که واو الا